تا اواخر تابستان شرح حوادث قلعه حیوانات در نیمی از دهکده منتشر شده بود. همه روزه اسنوبال و ناپل اون دسته دسته کبوترها را مأمور می‌کردند که به مزارع مجاور بروند و با حیوانات آن مزارع درآمیزند و داستان انقلاب را نقل کنند و به آنها سرود حیوانات انگلیس را تعلیم دهند. غالب این ایام آقای جونز در بار میخانه شیر سرخ می نشست و برای هر کس که حوصله شنیدن داشت از ظلمی که به او شده بود و یک دسته حیوان بی ارزش او را از ملکش رانده بودند شکوه می کرد. سایر زارعین به طور اصولی همدردی می کردند، ولی در بادی امر کمک شایانی به او نکردند. هر یک از آنان پنهانی به این فکر بود که به چه نحو می تواند از بدبختی جونز به نفع خویش استفاده کند. خوشبختانه میانه مالک‌های مزارع مجاور به طور دائم شکراب بود. یکی از دو مزرعه مجاور که فاکس‌وود نامیده میشد، مزرعه وسیعی بود، فراموش شده، کهنه، با درخت‌های بی‌تناسب و چراگاه‌های بی‌مصرف و پرچین‌های خراب. مالکش، آقای پیلکینگتون، زارع سهلنگاری بود که وقتش را به اقتضای فصل به ماهیگیری یا شکار می‌گذراند. مزرعه دیگر که اسمش پینچفیلد بود، کوچکتر بود و بهتر نگهداری شده بود. مالکش آقای فردریک نامی بود، خشن و باهوش و غالب وقتها گرفتار دعاوی دادگستری و به سختگیری در معامله‌های مشهور. این دو چنان از هم متنفر بودند که امکان توافق آنها حتی در دفاع از منافع مشترکشان بعید بود. با این وجود هر دوی آنان از انقلاب قلعه حیوانات هراسان بودند و کاملا مراقب که نگذارند حیوانات مزرعه خودشان چیز زیادی از آن درک کنند. در بادی امر چنین وانمود می‌کردند مطلب خنده‌دار است و فکر این که مزرعه‌ای را حیوانات اداره کند مضحک است. معتقد بودند قائله ظرف یکی دو هفته رفع خواهد شد. شایعه کردند که در مزرعه منر، اصرار داشتند که مزرعه را منر بنامند و اسم قلعه حیوانات را نمی‌توانستند تحمل کنند. همه حیوانات به جان هم افتادند و به زودی از گرسنگی تلف می‌شوند. وقتی که مدتی گذشت و مسلم گشت که حیوانات از گرسنگی تلف نشدند، فردریک و پیلکینگتون لحن خود را تغییر دادند و از فساد و جنایات وحشتناک قلعه حیوانات سخن راندند. شایعه کردند که آنجا حیوانات یکدیگر را می‌خورند و همدیگر را با نعل داغ شکنجه می‌کنند و ماده‌هایشان اشتراکی است. فردریک و پیلکینگتون می‌گفتند اینها همه نتیجه سرپیچی از قوانین طبیعت است. ولی این داستانها هیچگاه به تمام معنی باور نمی‌شد. قصه مزرعه عجیبی که حیوانات بشر را از آن بیرون کردند و خودشان آن را اداره می‌کنند، به صور و اشکال مبهم و گوناگون در حال اشاعه بود. در خلال آن سال موجی از طغیان و تمرد تمام حول و حوش را فرا گرفت. گاوهای نر که همیشه رام بودند یک مرتبه سرکش شدند. گوسفندها پرچین را شکستند و به جان شبدرها افتادند. ماده گاوها با لگد سطل‌های شیر را واژگون کردند و اسب‌های شکاری از پرش از روی موانع سر باز زدند و سوارکارها را زمین زدند. از همه مهمتر، همه جا آهنگ و حتی کلمات سرود حیوانات انگلیس را می‌دانستند. با سرعت سرسام‌آوری منتشر شده بود. آدم‌ها با اینکه وانمود می‌کردند مطلب کاملاً مسخره است، نمی‌توانستند خونسردی خود را حفظ کنند. می‌گفتند چطور ممکن است حتی چهارپایان حاضر شوند چنین آواز بی‌ارزشی را بخوانند؟ هر حیوانی را که حین خواندن سرود دستگیر می‌کردند در محل به چوب می‌بستند. با این همه آواز قطع نمی‌شد. ترقه‌ها روی پرچین‌ها آن را با سوت می‌نواختند و کبوترها روی درخت‌های نارون آن را بغبغو می‌کردند. آهنگ در صدای چکش آهنگری و طنین زنگ کلیسا نیز نفوذ کرده بود و وقتی آدم‌ها آن را می‌شنیدند بر خود می‌لرزیدند، زیرا آینده شوم خود را در آن می‌دیدند.
یکی از روزهای اوایل اکتبر، وقتی که قله درو و انباشته شده بود و حتی مقداری از آن خرمنکوبی هم شده بود، دسته‌ای از کبوترها میان هوا چرخی زدند و با هیجان و اضطراب فوق‌العاده در حیاط قلعه حیوانات فرود آمدند. جونز و کلیه آدمهایش به علاوه 6 تن از مزرعه فاکس‌فود و پینچفیلد از دروازه 5 کلونه وارد شده بودند و از راه عرابرو به سوی مزرعه می آمدند. و همه غیر از جونز که پیشاپیش می آمد و تفنگی در دست داشت، چماق و چوب داشتند. مسلم بود که به منظور تسخیر مجدد قلعه می آیند. از مدتها پیش انتظار این امر می رفت و تمام احتیاط لازم به عمل آمده بود. اسنوبال که جنگ‌های جولیوس سزار را از روی یک نسخه قدیمی که در خانه یافته بود مطالعه کرده بود، مسئول عملیات دفاعی بود و خیلی زود دستورهای لازم را صادر کرد. و ظرف 2 دقیقه هر حیوانی سر پست خود حاضر بود. به مجردی که آدم‌ها به مزرعه نزدیک شدند، اسنوبال اولین حمله را آغاز کرد. کبوترها که کل تعدادشان بالغ بر 35 بود، پرواز کنان در روی هوا بر روی سر مردم فضله انداختند. و هنگامی که آدم‌ها سرگرم رفع این گرفتاری بودند، اردک‌ها که پشت پرچین مخفی شده بودند حمله کردند و ماهیچه‌های پای آنها را با شدت منقار زدند. این قسمت در واقع فقط مانور کوچکی بود و تنها به منظور ایجاد بی‌نظمی مختصری طرح شده بود و آدم‌ها به سهولت قازها را به وسیله چوب عقب راندند. سپس اسنوبال به حمله دوم پرداخت. میوریل و بنجامین و همه گوسفندها در حالی که اسنوبال پیشاپیش آنان بود به جلو حمله ور شدند و از هر سو آدمها را شاخ و لگد می زدند و بنجامین پشتش را کرده بود و با سمهای کوچکی جفتک پرانی می کرد. این بار نیز قدرت آدمها با کفش‌های میخدار و چوب دستی بیش از تحمل حیوانات بود. همه ناگهان با نعره‌ای که اسنوبال کشید به منزله علامت عقب نشینی بود برگشتند و از راهرو به حیاط گریختند. آدم‌ها فریاد پیروزی کشیدند. دشمن‌ها را همانطور که انتظار داشتند در حال فرار دیدند و با بی‌نظمی به تعقیب آنها پرداختند. این همان بود که اسنوبال می‌خواست. به محض اینکه همه آنها به میان حیاط رسیدند، 3 اسب، 3 ماده گاو و بقیه خوک‌ها که در گاودانی کمین کرده بودند، ناگهان از پشت سر آنها سر درآوردند و راه را بر آدم‌ها بستند. اسنوبال علامت حمله داد. خودش مستقیم به طرف جونز حمله برد. جونز او را دید و تفنگش را آتش کرد. ساچمه پشت اسنوبال را خراش داد و گوسفندی کشته شد. اسنوبال بدون لحظه‌ای درنگ هیکل 100 کیلویی خود را روی پای جونز انداخت. جونز روی پهن پرتاب شد و تفنگ از دستش به سوی پرید. از این وحشتناکتر منظره باکسر بود که روی 2 پای عقب برخاسته بود و با سم بزرگ نعلدارش بر سر و روی آدم‌ها می‌زد. اولین ضربه‌اش به جمجمه شاگرد مهتری گرفت که چون مرده روی گل افتاد. با دیدن این منظره چند نفر چوب‌ها را انداختند و در مقام فرار برآمدند. وحشت همه را گرفته بود و حیوانات آنها را گرداگرد حیاط می‌راندند. آدم‌ها شاخ و لگد می‌خوردند. گزیده و لگدکوب می‌شدند. در سراسر مزرعه حیوانی نبود که به شیوه خاص خود از آنها انتقامی نگیرد. حتی گربه بدون تأمل از روی بام بر شانه گاوچرانی جست و چنگالش را در گردن او فرو برد و نعره گاوچران را بلند کرد. به مجردی که مفری پیدا شد، آدم‌ها گویی از خدا خواستند و بیرون دویدند و به طرف جاده اصلی فرار کردند. و بدین طریق 5 دقیقه بیشتر از هجومشان نگذشته بود که از راهی که آمده بودند مفتضحانه عقب نشستند، در حالی که اردک‌ها صدا کنان دنبالشان می‌کردند و ماهیچه‌های پایشان را نوک می‌زدند. همه آدم‌ها رفتند جز یکی. پشت حیاط باکسر تلاش می‌کرد با سمش شاگرد مهتر را که با صورت توی گل افتاده بود برگرداند، ولی پسر تکان نمی‌خورد. باکسر با تأثر گفت: مرده است. من نمیخواستم این کار را بکنم. به کلی از یاد برده بودم که نعل آهنین دارم. کی باور میکند که من در این کار تعمدی نداشتم؟
اسنوبال که هنوز از جراحتش خون میچکید نعره زد: عاطفه و دلسوزی لازم نیست رفیق. جنگ است. فقط آدم مرده آدم خوب است. باکسر در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود تکرار کرد: من نمیخواهم جان هیچ کس، حتی جان آدم را بگیرم. یکی از حیوانات با تعجب گفت: پس مالی کجاست؟ در واقع از مالی اثری نبود. برای یک لحظه وحشت زیادی ایجاد شد. ترس این میرفت که نکند آدم‌ها به طریقی به او آسیب رسانده باشند یا حتی او را با خود برده باشند. مالی را بالاخره در آخرش در حالی که سر را زیر یونجه ها مخفی کرده بود پیدا کردند. از همان لحظه شلیک تفنگ فرار کرده بود. وقتی حیوانات پس از یافتن مالی برگشتند، دیدند که شاگرد مهتر که در واقع بیهوش شده بود، حالش به جا آمده و به چاک زده است. حیوانات با هیجان بسیار دوباره گرد هم جمع شدند. هر یک با اوج صدای خیش داستان هنرنمایی خود را در جنگ شرح می‌داد. بدون مقدمه جشنی به خاطر فتح و پیروزی برپا شد. پرچم بالا رفت و سرود حیوانات انگلیس چندین بار خوانده شد. بعد از گوسفند قربانی تشییع مجللی به عمل آمد و بوته خاری بر مزارش غرس شد. اسنوبال کنار قبر نطق کوتاهی ایراد کرد و به لزوم آمادگی همه حیوانات و در صورت ضرورت به جانفشانی در راه قلعه حیوانات تاکید کرد. حیوانات به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که نشانی نظامی به اسم نشان شجاعت حیوانی درجه 1 داشته باشند و آن را در همان وقت و همانجا به اسنوبال و باکسر اعطا کردند. مدال برنجی بود و در واقع از یراق اسب‌ها در یراقخانه به دست آمده بود. قرار شد مدال یک شنبه‌ها و روزهای تعطیل به سینه نصب شود. نشان شجاعت حیوانی درجه 2 هم تهیه شد و به گوسفند قربانی اعطا گشت. در اطراف اسم جنگ بحث زیادی شد و بالاخره آن را جنگ گاودانی نامیدند، چون یورش از گاودانی شروع شد. تفنگ جونز را که روی گل مانده بود با فشنگ‌هایی که می‌دانستند در مزرعه به جا مانده به مثابه مهمات در پای چوب پرچم گذاشتند و قرار شد تفنگ را سالی 2 بار، یک مرتبه در 12 اکتبر سالگرد جنگ گاودانی و یک مرتبه در نیمه تابستان سال روز انقلاب شلیک کنند. هرچه زمستان پیش می رفت مزاحمت مالی زیادتر می شد. هر روز دیر سر کار می آمد به بهانه اینکه خواب مانده است و با آنکه اشتهایش خوب بود از دردهای مرموزی شکوه می کرد و به کوچکترین بهانه دست از کار می کشید و می رفت کنار استخر و با طرز ابلهانه‌ای به تصویرش در آب خیره می شد. شایعه‌ها و حرفهای جدیتری هم در بین بود. یک روز که مالی سلانه در حیاط قدم می زد و با دم بلندش ور می رفت و ساقه یونجه‌ای را می جوید، کلوور او را کنار کشید و گفت: مالی، مطلب مهمی است که باید با تو در میان بگذارم. امروز صبح من دیدم که تو با آن طرف پرچین که حد فاصل مزرعه ما با فاکس‌وود است نگاه می‌کردی و یکی از آدم‌های پیلکینگتون سمت دیگر پرچین ایستاده بود. با آنکه راه دور بود من یقین دارم که دیدم او با تو حرف می‌زد و تو به او اجازه دادی که پوزه‌ات را نوازش کند. مالی، برای این کار چه توضیحی می‌توانی بدهی؟ مالی در حالی که سم بر زمین میکوفت و به اطراف میجست فریاد کشید: پوزه مرا نوازش نکرد. من چنین کاری نکردم. اصلا حقیقت ندارد. مالی، به چشم من نگاه کن. قسم میخوری که آن مرد دست به پوزه‌ات نکشید؟ مالی تکرار کرد: حقیقت ندارد. ولی نتوانست به چشم کلوور نگاه کند و بعد هم 4 نعل به مزرعه رفت. فکری به خاطر کلوور رسید و بیان که به کسی چیزی بگوید به آخر مالی رفت و با سمش کاه را زیر و رو کرد. زیر کاه چند حبه قند و چند رشته روبان رنگارنگ پنهان شده بود. 3 روز بعد مالی ناپدید شد و تا چند هفته از محل او خبر و اثری نبود، تا آنکه کبوترها گزارش دادند که او را آن طرف ویلینگدن
جلوی در میخانه‌ای دیدند که بین مالبندهای عرابه قرمز و سیاهی ایستاده و مرد سرخ چهره چاقی که شلوار پیچازی پوشیده بود و شبیه مهمانخانه چیها بود دست بر پوزهش میکشید و قند دهانش میگذاشت. تازه قشو شده بود و روبانی بنفش به کاکلش بسته بودند و کبوترها میگفتند از ظاهرش پیدا بود که از وضعش راضی است. از آن پس حیوانات دیگر اسمی از مالی نبردند. در ژانویه هوا خیلی سرد شد. زمین مزرعه چون سنگ سفت بود و هیچ کاری در مزرعه پیش نمی رفت. جلسه های متعددی در طویله تشکیل شد و خوک ها سرگرم طرح نقشه کار فصل آینده بودند. پذیرفته شده بود که خوک ها که به وضوح از دیگر حیوانات زیرکتر بودند تمام تصمیم ها را درباره خط مشی مزرعه بگیرند. ولی این تصمیم ها به اکثریت آرا تصویب شود. اگر بگو مگوهای بین اسنوبال و ناپل اون نبود، این ترتیب مناسب بود. اما این دو هر وقت امکان داشت با هم مخالفت کنند، مخالفت میکردند. اگر یکی از آن دو پیشنهاد میداد جو به میزان بیشتر کاشته شود، دیگری میگفت جو صحرایی بیشتر کاشته شود. و اگر یکی میگفت فلان مزرعه برای کشت کلمپیچ مناسب است، دیگری میگفت آن زمین فقط مناسب کشت چغندر است. هر کدام پیروانی داشتند و مباحثه های سختی در می گرفت. در جلسه ها معمولاً اسنوبال برنده اکثریت آرا بود چون خوب حرف می زد. اما ناپل اون خارج از جلسه ها موفق تر بود. به خصوص در گوسفندها نفوذ بسیاری داشت. این اواخر گوسفندها یاد گرفته بودند که با بعبع 4 پا خوب 2 پا بد به جا و بیجا جلسه را برهم زنند. مخصوصا در لحظه های حساس نطق اسنوبال بیشتر بعبع 4 پا خوب 2 پا بد بلند می شد. اسنوبال چند شماره قدیمی مجله برزگر و دامدار را به دقت مطالعه کرده بود و پر از طرح و نقشه برای توسعه و عمران مزرعه بود. در اطراف زهکشی و کود شیمیایی عالمانه صحبت می کرد و برای صرفه‌جویی در کار نقشه بغرنجی تهیه کرده بود که طبق آن حیوانات فضله خود را هر روز در یک نقطه مشخص از مزرعه می ریختند. ناپل اون از خود طرحی نداشت. فقط به آرامی می گفت که طرح و نقشه های اسنوبال به جایی نمی رسد و پیدا بود که منتظر فرصت مناسبی است. ولی هیچ یک از کشمکش های آن دو به شدت اختلافی که سر آسیاب بادی پیدا کردن نبود. در چراگاه در محلی که از ساختمان مزرعه زیاد دور نبود، پشته‌ای بود که مرتفع ترین نقطه قلعه بود و اسنوبال پس از بررسی کامل اعلام داشت که این محل برای برپا کردن یک آسیاب بادی که بتواند مولد برق را به کار اندازد و به مزرعه نیروی برق بدهد مناسب است. با این کار آخرها روشنایی خواهند داشت. در زمستان گرم خواهند بود. به علاوه اره مکانیکی، ماشین خرمنکوبی و چغندر خرد کنی و دستگاه برقی شیردوشی را هم میتوان به کار انداخت. حیوانات راجع به چنین چیزهایی هرگز نشنیده بودند چون مزرعه قدیمی بود و فقط وسایل ابتدایی داشت و با تعجب گوش کردند. و اسنوبال هم عکس این ماشین‌های غریب را که کار آنها را برایشان می‌کرد و به آنها فراغت می‌داد که به راحتی بچرند یا با خواندن و حرف زدن سطح فکرشان را بالا ببرند نشانشان داد. نقشه‌های اسنوبال برای آسیاب بادی ظرف چند هفته تکمیل شد. اطلاعات مکانیکی آن از 3 کتاب به اسامی 1000 کار مفید مربوط به خانه، همه می‌توانند معمار باشند، و برق برای مبتدیان که مال آقای جونز بود به دست آمده بود. اسنوبال اتاقی را که زمانی جایگاه ماشین‌های جوجه کشی بود و کف چوبی صافی داشت و برای نقشه کشی مناسب بود محل کار خیش قرار داد. ساعتها کتاب‌هایش را به وسیله قطع سنگی باز نگه می‌داشت و تکه گچی بین مفاصل پاچه‌اش می‌گرفت و در را به روی خود می‌بست. به سرعت از سمتی به سمتی می‌رفت و خطوطی یکی پس از دیگری رسم می‌کرد و از شعف و شادی زوزه می‌کشید. نقشه به تدریج به صورت خطوط درهم هندل ماشین و چرخ‌های دندانه‌دار بیش از نیمی از کف زمین را اشغال کرد. این خطوط برای سایر حیوانات نامفهوم بود، ولی آنها را کنجکاو می‌کرد. همه برای نگاه کردن به نقشه‌های اسنوبال
دست کم روزی یک بار به محل کارش می آمدن. حتی مرغ‌ها و اردک‌ها هم می آمدن و خیلی مواظب بودند که مبادا روی علائم گچی پا بگذارن. فقط ناپلئون کناره گرفته بود. از همان ابتدا با این کار مخالف بود. ولی ناگهان روزی برای بررسی نقشه آمد. با تأنی دور اتاق راه افتاد. تمامی جزئیات آن را از نزدیک ملاحظه کرد. یکی دو بار آن را بو کشید و سپس ایستاد و مدتی متفکرانه از گوشه چشم به آن نظر دوخت. و یک مرتبه و بی مقدمه پایش را بلند کرد و روی نقشه ها شاشید و بی حرف خارج شد. درباره موضوع آسیاب بادی اهالی قلعه به دو دسته متمایز تقسیم شده بودند. اسنوبال انکار نمی کرد که ساخت آسیاب بادی کار دشواری است، چون نیاز به استخراج سنگ داشت تا دیوارها ساخته شود. بعد باید بادبان تهیه می شد و تازه حاجت به دینام و سیم مفتول بود. در باب نحوه تهیه اینها اسنوبال حرفی نمی زد. اما عقیده‌اش این بود که کار ظرف 1 سال تمام می شود و پس از اتمام آن آنقدر صرفه‌جویی در کار خواهد شد که حیوانات فقط 3 روز در هفته کار خواهند کرد. از طرف دیگر ناپلئون استدلال می کرد که بزرگترین حاجت روز ازدیاد محصول غذایی است و اگر حیوانات وقت را در ساختن آسیاب بادی تلف کنند، همه از گرسنگی تلف می شوند. حیوانات به 2 دسته با 2 شعار تقسیم شده بودند. یکی به اسنوبال و 3 روز کار در هفته رأی بدهید و دیگری به ناپلئون و غذای وافر رأی بدهید. فقط بنجامین جزو هیچ یک از 2 دسته نبود. نه باور داشت آذوقه فراوانتر می شود و نه قبول داشت آسیاب بادی از مقدار کار خواهد کاست. می گفت چه آسیاب بادی باشد و چه نباشد، زندگی شما مثل همیشه یعنی مزخرف خواهد ماند. سوای مسئله آسیاب بادی، دفاع از مزرعه هم موضوع قابل بحثی بود. هرچند آدم‌ها در جنگ گاوداری با شکست مواجه بودند، ولی کاملا محقق و مسلم بود که آنها بار دیگر و مجهزتر از پیش برای تسخیر مزرعه و سر کار آوردن جونز حمله خواهند کرد. مخصوصا به این دلیل که شکست جونز در تمام حول و حوش پیچیده بود و حیوانات مجاور را بیش از پیش جری ساخته بود. آدم‌ها ناگزیر از حمله مجدد بودند. طبق معمول در این امر نیز اسنوبال و ناپلئون توافق نظر نداشتند. نظر ناپلئون این بود که باید سلاح آتشی داشت و طرز استعمال آن را یاد گرفت و نظر اسنوبال این بود که باید کبوترهای بیشتری به خارج اعزام کرد تا انقلاب را بین حیوانات سایر مزارع دامن بزنند. آن استدلالش این که اگر حیوانات قادر به دفاع از خود نباشند مغلوب خواهند شد و این استدلالش این که اگر در سایر نقاط انقلاب رخ دهد آنها دیگر حاجتی به دفاع از خویش ندارند. حیوانات اول به ناپلئون گوش دادند و بعد به اسنوبال، ولی نمیتوانستند تشخیص دهند که کدام یک از 2 نظر صحیح است. در واقع هر لحظه با آن کسی موافق بودند که در آن لحظه مشغول صحبت بود. بالاخره نقشه های اسنوبال تکمیل شد. قرار شد در جلسه روز یکشنبه بعد مسئله ساختن یا نساختن آسیاب بادی برای اتخاذ رأی مطرح شود. وقتی حیوانات در طویله جمع شدند، اسنوبال برخاست و با اینکه گاه به گاه بیاناتش با بعبع گوسفندها قطع می‌شد، دلایل خود را بر له ساختن آسیاب بادی عرضه کرد. بعد ناپلئون برای جواب به پا خاست. در نهایت آرامش گفت که آسیاب بادی چیز مزخرفی است و توصیه کرد که کسی به ساختنش رأی ندهد و با عجله نشست. نطقش بیش از 30 ثانیه طول نکشید و به نظر می آمد که برای تأثیر بیانش تقریباً اهمیتی قائل نیست. بعد اسنوبال برخاست و پس از نهیب به گوسفندها که باز بعبع می کردند با حرارت از آسیاب بادی سخن گفت. تا این وقت حیوانات به 2 دسته مساوی تقسیم شده بودند، اما در یک لحظه فصاحت اسنوبال این تعادل را برهم زد. با جملاتی پر آب و تاب تصویری از آن روز که کارهای پست از گرده حیوانات برداشته میشد مجسم ساخت. کار را از ماشین خرمنکوبی و شلغم خرد کنی هم جلوتر برده بود. می گفت نیروی برق می تواند ماشین خرمن پاک کنی را به راه اندازد، زمین را شخم بزند، نخاله ها را خرد کند، زمین را صاف و خرمن را درو کند.
به علاوه در آخرهای حیوانات روشنایی، آب سرد و گرم و بخاری برقی خواهد بود. وقتی که نطقش به پایان رسید، دیگر شک و تردیدی نبود که کفه رأی به کدام طرف متمایل است. اما در این لحظه ناپلئون برپا خاست و از گوشه چشم نگاهی به اسنوبال انداخت و صدای مخصوصی کرد که تا اون روز از او نشنیده شده بود. در اثر این صدا عوعو وحشتناکی از خارج شنیده شد و 9 سگ عظیم که قلاده برنجکوب به گردنشان بود جست و خیز کنان میان انبار پریدند و مستقیم به اسنوبال حمله بردند. اگر اسنوبال به موقع نجنبیده بود شکمش پاره میشد. لحظه بعد اسنوبال بیرون در بود و سگ‌ها دنبالش. حیوانات که از تعجب و وحشت زبانشان بند آمده بود همگی جلوی در جمع شدند و بهت زده اسنوبال و سگ‌ها را نگاه می‌کردند. اسنوبال در طول چمن و به سمتی که به جاده اصلی منتهی می‌شد در حال دویدن بود. فقط یک خوک می‌توانست آنطور بدود. ولی سگ‌ها هم تقریباً پشت پاشنه‌اش می‌دویدند. ناگهان اسنوبال لغزید و همه تصور کردند الان است که سگ‌ها او را بگیرند. ولی بلند شد و با سرعت زیادتری شروع به دویدن کرد. سگ‌ها داشتن دوباره به او می‌رسیدند. حتی یکی از آنها پوزه‌اش را به دم اسنوبال رساند. ولی او با حرکتی دمش را رها ساخت و با بکار بردن منتهای تلاش و وقتی که فقط فاصله کمی بینشان بود به سوراخی در پرچین خزید و دیگر دیده نشد. حیوانات ساکت و وحشت زده به طویله بازگشتند و پس از لحظه‌ای سگ‌ها جست و خیز کنان سر رسیدند. ابتدا هیچ کس نمی‌دانست این موجودات از کجا آمدند، ولی مسئله به زودی حل شد. سگ‌ها همان توله‌هایی بودند که ناپلئون از مادرهایشان گرفته بود و خودش پرورش داده بود. با آنکه به رشد کامل نرسیده بودند، هیکلی درشت و قیافه‌ای درنده چون گرگ داشتند. همه نزدیک ناپلئون ایستادند و برایش دم جنباندند. و حیوانات دیدند که آنها همانطور دم می جنباندند که قبلا سگ‌ها برای جونز دم تکان می دادند. ناپلئون در حالی که سگ‌ها دنبالش بودند روی سکویی که قبلا میجر ایستاده بود و نطق کرده بود رفت. اعلام کرد از این تاریخ جلسات صبح‌های یک شنبه دایر نخواهد شد، چون غیر ضروری و موجب اتلاف وقت است. در آتیه تمام مسائل مربوط به کار مزرعه در کمیته مخصوصی متشکل از خوک‌ها و تحت ریاست خودش بررسی خواهد شد. جلسه ها خصوصی خواهند بود و نتیجه تصمیم ها به اطلاع سایرین خواهد رسید. اجتماع صبح‌های یک شنبه برای ادای احترام به پرچم و خواندن سرود حیوانات انگلیس و اخذ دستورات هفتگی ادامه خواهد داشت. ولی دیگر مذاکره و بحث صورت نخواهد گرفت. حیوانات که هنوز تحت تأثیر ضربه رانده شدن اسنوبال بودند، از این اخطار به کلی خود را باختند. چندتایی از آنها اگر می توانستند راه صحیحی برای استدلال پیدا کنند، اعتراض می کردند. حتی باکسر به طرز مبهمی ناراحت بود. گوشهایش را خواباند و کاکلش را چندین بار تکان داد و سخت تلاش کرد که به افکارش نظمی دهد. ولی بالاخره چیزی به ذهنش نرسید. از بین خود خوک‌ها چندتایی به صدا در آمدند. 4 توله خوک پرواری که در صف جلو بودند به علامت اعتراض به هم بلند شدند و با هم شروع به صحبت کردند. ولی ناگهان سگ‌ها که دور ناپلئون بودند غرشی تهدیدآمیز کردند و خوک‌ها را ساکت بر سر جایشان نشاندند. و سپس بعبع 4 پا خوب 2 پا بد گوسفندها بلند شد و در حدود ربع ساعت با صدای رسا ادامه پیدا کرد و به هر بحث احتمالی خاتمه داد. بعد اسکویلر مأموریتی یافت که دور بگردد و نظم نوین را به همه گوشزد سازد. اسکویلر گفت: رفقا، من قطع و یقین دارم که همه حیوانات حاضر از فداکاری رفیق ناپلئون که حالا مسئولیت بیشتری بر عهده گرفته است قدردانی به عمل می آورند. رفقا، تصور نکنید پیشوا بودن لذت بخش است. درست برعکس، کاری است بسیار دقیق و پرمسئولیت. هیچ کس به اندازه رفیق ناپلئون به تساوی حیوانات معتقد نیست. او به شخصه بسیار خوشحال هم میشد که مقدرات شما را به خودتان واگذار کند. اما چه بسا ممکن است که شما به غلط تصمیمی اتخاذ کنید. فرض کنید شما تصمیم بگیرید از خوابهای طلایی اسنوبال
اسنوبالی که ما در حال حاضر می‌دانیم دست کمی از یک جنایتکار ندارد، درباره آسیاب بادی پیروی کنید. تکلیف چه خواهد بود؟ یکی گفت او در جنگ گاودانی متهورانه جنگید. اسکویلر گفت شجاعت کافی نیست. وظیفه شناسی و اطاعت است که اهمیت دارد. و اما در خصوص جنگ گاودانی من یقین دارم زمانی خواهد آمد که متوجه شویم نسبت به نقش اسنوبال در این جنگ بسیار مبالغه شده است. رفقا، انضباط آهنین شعار روز ماست. یک قدم بی‌رویه همان است و تسلط دشمن همان. به طور حتم رفقا شما طالب بازگشت جونز نیستید. بار دیگر این بحث جوابی نداشت. چون قطعاً حیوانات طالب بازگشت جونز نبودند. اگر لازمه بحث یک شنبه ها بازگشت جونز بود، بحث باید موقوف می شد. باکسر که تا این وقت فرصت داشت که به افکارش نظمی دهد، به نمایندگی از طرف احساسات عمومی گفت اگر رفیق ناپل اون چنین گفته است، به طور قطع صحیح است. و از این تاریخ باکسر شعار همیشه حق با ناپل اون است را بر شعار خصوصی من بیشتر کار خواهم کرد اضافه نمود. تک سرما دیگر شکسته بود و کشت بهاری شروع شده بود. در اتاقی را که اسنوبال در آنجا نقشه آسیاب بادی را کشیده بود بسته بودند و چنین فرض می شد که نقشه ها از روی زمین پاک شده است. هر یک شنبه صبح ساعت 10 حیوانات برای اخذ دستورهای هفتگی جمع می شدند. جمجمه میجر پیر را که اسکلتی از آن باقی مانده بود از پای دیوار باغ میوه از قبل در آورده بودند و روی کنده درختی در پای میله پرچم کنار تفنگ گذاشته بودند. و چنین مقرر شده بود که پس از برافراشتن پرچم حیوانات قبل از دخول به انبار بزرگ با احترام از جلوی آن رژه روند. در این ایام طرز نشستن حیوانات چون سابق که دور هم می نشستند نبود. ناپلئون و اسکویلر و خوک دیگری به نام مینیموس که در ساختن آهنگ و سرودن شعر غریزه ای داشت روی سکو می نشستند و 9 سگ نیم دایره‌ای دور آنها تشکیل می دادند و سایر خوک‌ها پشت سر آنان قرار داشتند. بقیه حیوانات مقابل آنها و در وسط انبار می نشستند. ناپلئون دستورهای هفتگی را با صدای خشن و سربازوار می خواند و حیوانات پس از یک بار خواندن سرود حیوانات انگلیس متفرق می شدند. در یک شنبه سوم بعد از اخراج اسنوبال، حیوانات در کمال تعجب شنیدند که ناپلئون اعلام داشت که آسیاب بادی ساخته می شود. او برای تغییر عقیده‌اش دلیلی ابراز نداشت و فقط به حیوانات گوشزد کرد که این امر مستلزم کار فوق‌العاده است و چه بسا منجر به تقلیل جیره آنان شود و گفت نقشه کار با تمام جزئیات آن ظرف 3 هفته گذشته به وسیله کمیته مخصوصی از خوک‌ها تهیه شده و امید است بنای آسیاب بادی و آبادی‌های دیگر ظرف 2 سال تمام شود. همان روز عصر اسکویلر به حیوانات به طور خصوصی اظهار داشت که ناپلئون در حقیقت هیچگاه با آسیاب بادی مخالف نبود، بلکه برعکس از بد و امر طرفدار آن بود. نقشه‌ای که اسنوبال در کف اتاق جوجه کشی رسم کرده بود در واقع از بین نوشتجات ناپلئون به سرقت برده بود و در حقیقت آسیاب بادی از اختراعهای شخصی ناپلئون بوده است. و وقتی یکی از حاضرین سوال کرد پس چطور ناپلئون با آن سرسختی با آن مخالفت میکرد، اسکویلر نگاه شیطنت‌آمیزی کرد و گفت زرنگی ناپلئون بود. فقط تظاهر به مخالفت با آسیاب بادی میکرد تا از شر اسنوبال که عنصر بسیار خطرناکی بود رهایی پیدا کند. و حالا که اسنوبال از سر راه برداشته شده، نقشه بدون دخالت وی میتواند عملی شود. و اسکویلر اضافه کرد این همان چیزی است که به آن تاکتیک میگویند. در حالی که میچرخید و دمش را میجنباند چندین بار تکرار کرد تاکتیک رفقا، تاکتیک. حیوانات درست معنی کلمه را نفهمیدند، اما اسکویلر چنان قرص و محکم حرف زد و سگ‌ها که بر حسب اتفاق با وی بودند چنان قررش تهدیدآمیزی کردند که همگی توضیحات وی را بدون چون و چرا پذیرفتند. تمام آن سال حیوانات مثل برده کار کردند، اما راضی بودند و از هیچ کوشش و فداکاری مضایقه نمی‌کردند.
چون خوب می‌دانستند هر تلاشی می‌کنند به نفع خود است و برای نسل آینده خودشان است، نه به نفع یک دست بشر دزد و تنبل. در تمام بهار و تابستان هفته‌ای 60 ساعت کار کردند و در ماه اوت ناپلئون اعلام کرد بعد از ظهرهای یک شنبه هم کار است. این کار البته داوطلبانه است، اما اگر حیوانی غیبت کند جیره‌اش نصف می شود. با این وصف از بعضی کارها صرف نظر شد. خرمن به میزان سال گذشته جمع نشد و 2 مزرعه چغندر به این دلیل که شخم زمین به موقع آماده نبود کشت نشد. پیش بینی میشد که زمستان آینده زمستان سختی باشد. آسیاب بادی با اشکالات غیرمنتظره‌ای مواجه شد. در خود مزرعه سنگ آهک وجود داشت. مقداری هم ماسه و سیمان از سابق در یکی از حیاط‌های طویله بود. یعنی تمام مصالح ساختمانی در دسترس بود. اما مسئله‌ای که حیوانات در ابتدا نتوانستند حل کنند، شکستن سنگ به قطعات و اندازه‌های مناسب بود. به نظر می رسید که تنها راه شکستن سنگ‌ها به وسیله کلنگ و دیلم است و این کار را هم هیچ حیوانی نمی‌توانست بکند، چون نمی‌توانست روی 2 پای عقب بایستد. پس از هفته‌ها کوشش بی‌حاصل، یکی فکر بکری کرد. قرار شد از قوه جاذبه زمین استفاده کنند. به دور سنگ‌های بزرگ و صافی که به دلیل بزرگی قابل استفاده نبود، طناب بستند و همه حیوانات، گاوها، اسب‌ها، گوسفندها و هر حیوان دیگری که تاب نگه داشتن طناب را داشت، حتی در لحظات حساس خوک‌ها، آن را با کندی مایوس کننده ای از دامنه به بالای تپه می‌کشیدند و از آنجا رها می‌کردند تا خرد شود. حمل و نقل سنگ پس از خرد شدن زیاد مشکل نبود. اسب‌ها قطعه‌های سنگ را در عرابه‌های باری حمل می‌کردند و گوسفندها خرد سنگ‌ها را یکی یکی می‌کشیدند. حتی میوریل و بنجامین خود را به عرابه سبکی بسته بودند و سهمی در کار داشتند. در اواخر تابستان مقدار کافی سنگ جمع و ذخیره شد و ساختمان تحت نظارت خوک‌ها شروع شد. اما کار کند پیش می‌رفت و دشوار بود. بسیاری از اوقات یک روز تمام صرف این میشد که قطعه سنگی را بالا بکشند و تازه بعضی اوقات سنگی که از آن بالا رها میشد نمیشکست. هیچ کاری بدون وجود باکسر که نیرویش معادل مجموع نیروی بقیه حیوانات بود به ثمر نمیرسید. وقتی که سنگ میلغزید و حیوانات میدیدند الان است که خودشان هم به پایین پرت شوند و از نومیدی فریاد و فغانشان به هوا میرفت، همیشه باکسر بود که خود را مقابل طناب نگاه می‌داشت و سنگ را متوقف می‌کرد. قیافه او که وجب به وجب دامنه را با زحمت می‌پیمود و نفس نفس می‌زد و با نوک سمش به زمین پنجه می‌کشید و 2 پهلویش از عرق پوشیده شده بود، منظره‌ای بود که هر کسی را مالامال از تعجب و تحسین می‌کرد. کلوور گاه به او گوش زد می‌کرد که به خود زیاد فشار نیاورد، اما او گوش نمی‌داد. از نظر او 2 شعار من بیشتر کار خواهم کرد و همیشه حق با ناپلئون است جوابگوی هر مسئله‌ای بود. با جوجه خروس قرار گذاشته بود صبحها او را به جای نیم ساعت 3 ربع ساعت زودتر بیدار کند. با آنکه در این روزها کمتر فراغت داشت، هرگاه فرصتی پیدا می‌کرد به تنهایی به کنار تپه سنگ می‌رفت و بدون کمک یک بار سنگ خرد را به نزدیک محل ساختمان حمل می‌کرد. با وجود سختی کار، وضع حیوانات در طول تابستان چندان بد نبود. اگر از زمان جونز قوت بیشتری نداشتند، کمتر هم نداشتند. این امتیاز که باید فقط غذای خود را تهیه کنند و ناگزیر نبودند 5 آدم حریص را هم سیر کنند، آنقدر مهم بود که جبران کمبودهای دیگر را می‌کرد. در خیلی از امور طرز کار حیوانات کاملتر و عملی‌تر از آدم‌ها بود و از میزان کار می‌کاست. مثلا علفکنی چنان کامل صورت می‌گرفت که مسلماً بشر از عهده‌اش بر نمی‌آمد و یا چون هیچ حیوانی دزدی نمی‌کرد، دیگر حاجتی به کشیدن دیوار و جدا کردن چراگاه از زمین کشت نبود. بنابراین حفظ و نگهداری پرچین و غیره لازم نبود. با این همه وقتی تابستان سپری شد، کمبودهای پیش بینی نشده ای نمودار شد. نفت، میخ، ریسمان، بیسکویت سگ، آهن برای نعل اسب مورد نیاز بود و هیچ کدام را نمیشد در مزرعه تهیه کرد. به علاوه بذر و کود شیمیایی برای کشت لازم بود.
و ابزار مختلف و دست آخر ماشین‌آلات برای آسیاب بادی. هیچ کس نمی‌دانست اینها به چه نحو باید تهیه شود. یک شنبه صبح که حیوانات برای اخذ دستور جمع شده بودند، ناپلئون اعلام داشت که سیاست جدیدی اتخاذ کرده است. از این تاریخ به بعد قلعه حیوانات با مزارع مجاور داد و ستد خواهد کرد. البته نه به منظور تجارت، بلکه تنها برای به دست آوردن مواد مورد نیاز. گفت که آسیاب بادی باید بر هر چیز مقدم باشد. فعلا مقداری یونجه و مقداری گندم فروخته خواهد شد و بعد اگر به پول بیشتری حاجت باشد از طریق فروش تخم مرغ که همیشه در ویلینگدن بازار دارد تامین خواهد شد. ناپلئون اضافه کرد که مرغ‌ها باید از این فداکاری که به منظور کمک و شرکت در امر ساختمان آسیاب بادی است استقبال کنند. یک بار دیگر حیوانات به طرز مبهمی احساس ناراحتی کردند. ارتباط نداشتن با بشر، معامله تجاری نکردن، پول به کار نبردن، مگر اینها جزء تصمیمات اولین جلسه فتح و ظفر پس از اخراج جونز نبود؟ همه حیوانات این تصمیمات را به خاطر داشتند و یا لااقل تصور می‌کردند آنها را به خاطر دارند. آن 4 خوک جوانی که وقتی ناپلئون جلسه مشاوره را حذف کرد اعتراض کرده بودند با ترس به صدا درآمدند، ولی بلافاصله با غرش سهمگین سگ‌ها لب فرو بستند. سپس طبق معمول گوسفندها 4 پا خوب 2 پا بد را بعبع کردند و ناراحتی آنی حیوانات تخفیف پیدا کرد. دست آخر ناپلئون پای جلوی خود را به علامت سکوت بلند کرد و اعلام داشت که ترتیب تمام کارها را داده است و حاجتی نیست که حیوانات با بشر تماس حاصل کنند که به طور یقین نامطلوب است. خود او همه بار را شخصا به دوش خواهد کشید. ویمپر نامی که مشاور حقوقی و ساکن ویلینگدن است قبول کرده که رابط بین قلعه حیوانات و دنیای خارج باشد و دوشنبه ها صبح برای دریافت دستور به قلعه خواهد آمد. ناپلئون نطقش را طبق معمول با فریاد زنده باد قلعه حیوانات خاتمه داد و حیوانات پس از خواندن سرود حیوانات انگلیس متفرق شدند. بعد اسکویلر گشتی اطراف مزرعه زد و خیال حیوانات را راحت کرد و به آنها اطمینان داد که تاکنون تصمیمی علیه معامله و به کار انداختن پول گرفته نشده. چنین پیشنهادی هم طرح نشده است. تصور محض است. شاید از دروغ‌های اسنوبال باشد. بعضی از حیوانات هنوز کمی مشکوک بودند. ولی اسکویلر زیرکانه از آنها سوال کرد: رفقا، آیا مطمئن هستید که خواب ندیده اید؟ آیا در این باره مدرکی در دست دارید؟ آیا این مطلب جایی ثبت شده است؟ و چون به طور قطع در این باره نوشته‌ای در دست نبود، حیوانات قانع شدند که خود اشتباه کردند. هر دوشنبه آقای ویمپر طبق قرار به قلعه می آمد. مردی بود شیطان و کوچک اندام که در امور جزئی مشاور حقوقی بود، ولی به حد کافی هوشیار و موقع شناس بود که قبل از هر کسی تشخیص دهد قلعه حیوانات به رابط نیازمند است و حق العمل آن قابل ملاحظه است. حیوانات آمد و شد او را با نوعی وحشت آمیخته به نگرانی نگاه می‌کردند و تا سرحد امکان از او دوری می‌جستند. با این وصف دیدن ناپلئون 4 پا که به ویمپر 2 پا امر و نهی می‌کرد غرور آنها را تحریک می‌کرد و نگرانی‌ها را تا حدی جبران می‌نمود. رابطه حیوان و انسان مثل سابق نبود. نفرت بشر به نسبت به قلعه حیوانات به قوت خودش باقی بود. بشر هنوز ایمان داشت که قلعه دیر یا زود به ورشکستگی خواهد افتاد. راجب آسیاب نظرشان این بود که به جایی نخواهد رسید. آدم‌ها در میخانه‌ها جمع می‌شدند و با نقشه برای یکدیگر ثابت می‌کردند که آسیاب بادی خراب خواهد شد و تازه اگر خراب نشود قابل استفاده نخواهد بود. در عین حال برخلاف میل باطنی خیش برای حیوانات که قادر به اداره امور خیش شده بودند احترامی قائل بودند. یکی از بروزات این مطلب این بود که آنها به تدریج مزرعه را به اسم قلعه حیوانات می‌خواندند و دیگر به آن مزرعه منر نمی‌گفتند. به علاوه از جونز هم که دیگر امیدی به برگشت به مزرعه نداشت و به قسمت دیگری رفته بود پشتیبانی نمی‌کردند. سوای ویمپر بین قلعه حیوانات و دنیای خارج رابطه‌ای وجود نداشت. اما مرتب این شایعه وجود داشت که ناپلئون قصد دارد قرارداد قاطعی با آقای پیلکینگتون
مالک فاکس‌وود یا با آقای فردریک مالک پینچفیلد ببندد. ولی هیچگاه صحبت معامله با هر دوی آنها در آن واحد در میان نبود. همین مواقع بود که خوک‌ها ناگهان به ساختمان مزرعه نقل مکان کردند و آنجا را اقامتگاه خود ساختند. باز به نظر حیوانات چنین رسید که روزهای اول تصمیمی جز این اتخاذ شده بود و باز اسکویلر توانست آنها را متقاعد کند که چنان نبوده است. گفت خوک‌ها که مغز متفکر مزرعه هستند نیاز به جای آرام و دنج دارند. به علاوه مناسب با شأن پیشواست، اخیراً ناپلئون را با عنوان پیشوا خطاب می‌کردند، که در خانه ساکن باشد نه در خوکدانی. با تمام این مراتب بعضی از حیوانات از شنیدن اینکه خوک‌ها نه فقط غذا را در آشپزخانه صرف می‌کنند و اتاق پذیرایی را به تفریح خود اختصاص داده‌اند، بلکه روی تخت هم می‌خوابند، مضطرب و نگران بودند. باکسر طبق معمول با شعار همیشه حق با ناپلئون است مطلب را درز می‌گرفت، ولی کلوور که فکر می‌کرد به خاطر دارد که تخت خواب به طور واضح و آشکارا تحریم شده است، به انبار رفت و سعی کرد معمای 7 فرمان را که روی دیوار ثبت بود حل کند. ولی چون فقط می‌توانست حروف منفصل را بخواند، سراغ میوریل رفت و گفت: میوریل، ماده 4 فرمان را برایم بخوان. در این فرمان گفته نشده که روی تخت نباید خوابید؟ میوریل با کمی اشکال آن را خواند و بالاخره گفت: این ماده میگوید هیچ حیوانی با شمد بر تخت نخوابد. عجیب بود که کلوور نتوانست به خاطر بیاورد که در ماده 4 فرمان اسمی از شمد برده شده بود، ولی چون این کلمه بر دیوار ثبت بود لابد چنان بوده است. و اسکویلر که بر حسب تصادف با 3 سگ از آنجا میگذشت توانست قضایه ها را روشن کند. گفت: رفقا، البته شنیده اید که ما خوک‌ها در حال حاضر روی تخت خواب میخوابیم و چرا که نخوابیم؟ قطعا فکر نمی کنید که قانونی در تحریم تخت وجود دارد. تخت خواب به طور ساده جایی است که بر آن میخوابند و اگر خوب دقت کنید متوجه میشوید که مشت کاه طویله هم تخت خواب است. قانون استفاده از شمد را که اختراع انسانی است تحریم کرده و ما چمدها را برداشته ایم و لای پتو میخوابیم. تختها کاملا راحتند، اما نه زیاده بر حدی که ما بعد از کارهای فکری با آن نیازمندیم. رفقا، شما به طور حتم در مقام سلب راحتی از ما نیستید و قطعا نمیخواهید که ما چنان خسته شویم که از وظایفمان باز بمانیم و به طور یقین هیچ کدام از شما طالب بازگشت جونز نیست. حیوانات دوباره در این باره به وی اطمینان دادند و دیگر در اطراف راجع به خوابیدن خوک بر تخت سخنی به میان نیامد. و حتی وقتی که مدتی بعد اعلام شد که خوک‌ها از این پس 1 ساعت دیرتر از سایر حیوانات از خواب برمیخیزند، کسی اعتراض نکرد. در پاییز حیوانات خسته ولی خوشحال بودند. سال سختی را گذرانده بودند و پس از فروش مقداری یونجه و غله، ذخیره غذایی برای زمستان چندان زیاد نبود. اما آسیاب بادی همه را جبران میکرد. پس از برداشت خرمن چندی هوا خشک و صاف بود و حیوانات که فکر می‌کردند حتی 1 وجب بالا بردن دیوارهای آسیاب بادی ارزش تحمل هر رنجی را دارد، بیش از پیش زحمت کشیدند. باکسر حتی شب بیرون می آمد و در روشنایی ماه 1-2 ساعتی را از وقت خود صرف کار می‌کرد. حیوانات در لحظه‌های فراغت دور آسیاب بادی نیمه تمام راه می‌رفتند. استحکام و قائم بودن دیوارهای آن را تحسین می‌کردند. و از اینکه موفق شدند چنین بنای با عظمتی بسازند در شگفت می شدند. فقط بنجامین بود که درباره آسیاب بادی شور و شعف به خود نشان نمیداد و طبق معمول با طرز اسرارآمیزی می گفت: خرها عمر طولانی دارند. ماه نوامبر با باد سختی سر رسید و کار ساختمان به علت باران متوقف شد، چون امکان ساختن سیمان نبود. بالاخره شبی باد چنان سخت وزید که بناهای مزرعه از پی تکان خورد و از بالای بام انبار سفالی به پایین افتاد. مرغ‌ها وحشت زده از خواب پریدند، چون همه صدای تفنگی را در خواب شنیده بودند و صبح که حیوانات از جایگاه خود خارج شدند
دیدند که پرچم واژگون شده است و یک درخت تنومند نارون مثل تربچه از ریشه در آمده است. و وقتی چشمشان به آسیاب بادی افتاد، از فرط نومیدی از بیخ گلو فریاد کشیدند. آسیاب بادی ویران شده بود. همه به محل حادثه هجوم بردند و ناپل اون که همیشه به قدم آهسته حرکت میکرد پیشاپیش همه میدوید. ثمره تمام زحماتشان با خاک یکسان شده بود. سنگ‌هایی که با رنج شکسته بودند و حمل کرده بودند در اطراف پخش شده بود. زبان همه بند آمده بود. با حالی ماتم زده به قطع سنگ‌های پراکنده خیره شده بودند. ناپل اون ساکت قدم میزد و گاه زمین را بو میکشید. دمش به نشانه فعالیت فکری زیاد سیخ شده بود و با سرعت تکان میخورد. ناگهان گویی به نتیجه رسیده باشد ایستاد. گفت: رفقا، میدانید مسئول این قضیه کیست؟ آیا دشمنی را که شبانه آمده و آسیاب ما را واژگون ساخته میشناسید؟ اسنوبال. و ناگهان با قرشی رعدآسا ادامه داد: اسنوبال این کار را کرده است. این خائن فقط به فکر عقیم گذاشتن نقشه ما و برای انتقام جویی از اخراج شرماورش در زیر نقاب تاریکی اینجا آمده و زحمات یک ساله ما را به باد داده است. رفقا، همین الان و در همین محل من حکم اعدام اسنوبال را صادر و اعلام می کنم. نشان درجه دوم حیوانی و 0.5 کیلو سیب جایزه هر حیوانی است که عدالت را درباره او اجرا کند و 1 کیلو سیب جایزه کسی است که او را زنده دستگیر سازد. حیوانات از اینکه موجودی حتی اسنوبال می تواند تا این حد بزهکار باشد سخت متأثر شدند و فریادی از خشم برآوردند و همه به این فکر افتادند که در صورت مراجعتش به چه نحو او را دستگیر سازند. تقریباً بلافاصله رد پای خوکی در چمن پیدا شد. رد پا چند متری ادامه داشت و مثل این بود که به سوراخی در پرچین منتهی می شد. ناپل اون رد پا را بو کرد و اعلام داشت که جای پای اسنوبال است و گفت احتمال دارد که از سمت مزرعه فاکس‌وود آمده باشد. ناپل اون پس از امتحان رد پا فریاد کشید: رفقا، دیگر جای درنگ نیست. باید تلاش کرد. ما از همین امروز شروع به تجدید بنای آسیاب بادی می کنیم و در سراسر زمستان، اعم از اینکه آفتابی باشد یا بارانی، می سازیم تا به این خائن بدطینت بیاموزیم که به آسانی نمی توان کار ما را خنثی ساخت. رفقا، به خاطر بسپارید که در نقشه ما نباید هیچ تغییری راه یابد و برنامه در سر موعد تمام شود. رفقا، به پیش! زنده باد آسیاب بادی! پاینده باد قلعه حیوانات!